بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. ای خدا، مرا در این روز از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک گردان و بر آنچه مقدر شده شکیبا و صبورم گردان و به پرهیزی و همنشینی با نیکان توفیقم ده. به یاریت ای نور چشمی درماندگان.